هدف اساسی قانون جمهوری تاجیکستان آید به معاینه طبی حتمی شخصان نیکا شونده، مانع نمودن نیکای خویشتباری، کم کردن شماره کودکان معیوب مادرزاده که اکثریت آنها در نتیجه ازدواج خویشتباری به دنیا می آیند دانسته می شود. علاوه بر این قبل از خانه‌دار شدن باید جوانانی که با هم خویشی نزدیکند یک ماه پیش از معاینه طبی گذرانیده شوند. در حقیقت سطح گذراندن معاینه های طبی روز به روز بهتر شده ایستاده است. تا از معاینه طبی نگذرد یگان تشکیلات دیگر حالت شهروندی آنها را به قید نمیگیرد و کمیسیه هایی که در مرکزهای سلامتی در دیگر جاها جایگیر کرده شدگی هستند و یا در حقیقت همه طرفه می آموزند. چقدر ما آدمان پیشگیری کردیم در این معاینه های طبی که گذراندیم از سرزنی بیماری های سیرویتی نهایت خطرناک، یعنی که ویروس نارسایی مسمومیت آدم، از بیماری های زردپروین B3، چون که هر یک نکاح شونده تحلیل های معینی را میسپارد. در صورتی که پیدا شد ما حتما او را تا درجه که از معاینه متخصص اساسی نگذرد اجازتی به شوهر برآمدن یا نکاح کردن را نمیدهند. طبق اطلاع متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری بیش از 26,000 کودکان معیوب به قید گرفته شدند که 35% آنها از نکاح خویشتباری و از 20% دیگر بر اثر بیماری های سیرویتی و اگر که پدر مادر نشأمند و میزده باشند کودکان با نقصان و علت های گوناگون به دنیا می آیند. سال 2024 در مؤسسه ما زیاده از 3058 نفر نکاح شوندگان از معاینه طبی گذاشتند که از بین آنها 27 نفر با ویروس هپاتیت B و 5 نفر با ویروس هپاتیت C معاین گشتند که برای تشخیص منبعد و سالمگردانی و نزد متخصصان خود روانه گردیدند. بغیر از این شماره کودکانی که با نقصان‌های مادرزادی تولید می‌شدند اینها هم به نظر می‌رسد که کاهش یافتند. باید گفت که از معاینه طبی گذشتن جوانان قبل از خانه‌دار شوی به سالم نگاه داشتن گنفاند ملت ربط دارد، زیرا برخی از جوانان که به مهاجرت مهنتی می روند و بعدی بازگشت به وطن عائله برپا می نمایند و در بسیار موردها اکثریت آنها مبتلای بیماری های سیرویتی می باشند که عائله‌شان را سرایت نموده در نتیجه کودکان ناسالم و نقصاندار به دنیا می آید. وابسته به همین یک چند سال اخیر است که در حقیقت مراجعت شهروندان عاید بیماری هایی که در نتیجه نکاح خویشتباری به قید گرفته میشه روز به روز کم شده است، چون که در حقیقت همین قرار فعالیت دارد و نیست تمگویی می شود. تست های فوری است. وقتی که در تست فوری برآمد با رفته PCR میگذرد، یک بار ما او را نمیگوییم که شما همین خیلی بیمار هستید، ما فقط مانع میشیم به چی؟ به نکاح کردن. طبق اطلاع کارمندان ساحه تندرستی بعد تصدیق گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان آید به معاینه طبی حتمی شخصان نکاح شونده مراجعت نوخانه‌داران پیش از ازدواج بهتر گشته و برای معاین نمودن بیماری های سیرویتی در مؤسسه های سیستم دولتی تندرستی شرایط مساعد فراهم گردیده است و تحلیل ها باید به طور رایگان باشد. عادتا جوانانی که با خویش و تبار نزدیکشان ازدواج میکنند با مشکلات بیزوریاتی، اسقاط حمل، بیماری های پوست، قدپستی کودکان، انکشاف نیافتن قریب همه عضوهای بدنی کودک، هیپرتنزی داخل معاینه سر و دهها بیماری های دیگر روبرو میگردند. نصیحت من به همخانه‌داران همین است که روزی یک روز پیش از زن شوهر شدن یک هفته، 2 هفته، 1 ماه پیش حتما باید از معاینه طبی گذرند. معاینه طبی نوخانه‌داران برای گذشت هم گفتن نیست که ما باید تحلیل های معین یک روز در کار است، یک نیم روز در کار است که ما او را معین کنیم. روز شنبه توی دارم، روز جمعه میباید که من یا بالا کن که بذارم، این خیلی خطا است. برای عملی سازی معاینه طبی حتمی شخصان نکاح شونده تمام ساختارها و خصوص ساحه تندرستی ریاست عدلیه، کمیته کار با زنان و عائله وظیفه دارند عملی سازی قاعده های گذرانیدن معاینه طبی شخصان نکاح شونده را تأمین نمایند.
سالهای آخر در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون در نتیجه سری وقت به تشخیص فرا گرفتن شخصان نیکا شونده، کارهای عامه‌فهمانی، ساختار شبکه‌های کمک اولیه طبی، تشکل طرز حیات سالم و ساختار گوسپیتالی، بیماری‌های سیرتی، ویروس نورسایی، مسئولیت آدم، هپاتیت‌های ویروسی و بیماری‌های روحی دریافت می‌گردد که در نتیجه با رازگی طرفین ازدواج آنها قطع می‌گردد. در صورتی که از بین نیکاشوانان از یکی آنها معاین گردن ویروس نورسایی مسئولیت آدم معاین گردد، البته ازدواج قطع کرده میشود، چون که بیماری یعنی که ویروس نورسایی مسئولیت این توسط محلول‌های بیولوژی با یکدیگر یعنی که سرایت بیابند آدم به آدم، البته خون و دیگر محلول‌های بیولوژی البته قطع کرده میشود. ازدواج این غیر امکان است، ممکن نیست. متخصصان ساحه تندرستی ابراز می‌دارند که سال 2024 43795 نفر نوخانه‌داران مراجعت نمودند که از 6 نفر بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم دریافت شده است. برای بنیاد جامعه سالم، عائله باید سالم باشد. یکی از سبب‌های پاشخوری عائله‌ها که در اکثریتشان نکاح خویش و تباری دیده می‌شود، نقصان‌های مادرزادی فرزندان و ده‌ها عامل‌های دیگر می‌باشد.